خوش آمدید. میخواستم درباره چی طور من وارد شرکت اتمی شدم و شرکت اتمی برای من چی داد برای شما قصه کنم. من زن خانشین هستم، صاحب 3 فرزند، در دهات زندگی میکنم. من معلوماتی عالی ندارم. من تا صنف 4 خواندم. همگی ما و شما میدانیم که در زندگی ما پستی و بلندی های میشود که زندگی خود مثل یک سورپریز است. باور نمیکنی که پگاه چی میشود. ای همه حساب من از بانک ها قرض دار شدم. میدونین زندگی من شب و روزی من یک خود مبارزه بود. من چیکار کنم؟ چی خیلی من قرضای بانک محکم کنم؟ چی خیلی من زندگی فرزندم بهتر کنم؟ به همین فکر شب و روز بودم. بعد من در رکلامه ها دیدم، توجه کردم به شرکت اتمی. شرکت اتمی را نگاه کردم. میدونین نام‌نویسیش به پول، آموزشش به پول، رایگان. در این شرکت نه تنها زنهایی که میتونن سحر کار برون بگه بیان، بلکه زنهایی که از خانه نبرومده 12 ساعت راست ایستاده کار نمیکردگی، به معلومات حتی زبان خارجی را نمیدانستگی زن میتونسته در این شرکت کار کنه. من همش دیده فهمیدم که شرکت برای موارد زن است که معلوماتی عالی ندارم و نمیتونم یک آنجا برآمده کار کنم. در این شرکت نگاه کردم، خوب آموختم، کار کردم. حاضر من در شرکت اتمی بریلیانت مستر هستم. میدونین شرکت برای من چی داد؟ اولین برای من شرکت دوستانی خوب پیدا کردم. اپا و خواهرانی که زنهای تاجیک، زنهای مهربان، زنهای خوشروی تاجیک شناسایی پیدا کردم. دوم من قرضی بانک ها ما دادم. هر کسی قرض دادم قرض ما دادم. من با باوری گفتم میتونم که من تونستم، شما نیز هم میتونید. مهم آن است که شما تسلیم نشوید، کار سخت بقبید. یک جهان تشکر.